مامان آوردم چت دیگه ببینم رو سفیدمون کنین دیگه. تو این 26 سال زندگی خب از 1 تا 10 به من چه نمره میدی؟ ناراحت نمیشه بگم؟ نه منفی. زیر 0. چرا؟ دوست داشتم خلبان بشی، پزشک بشی. ملوان بشم خلبان بشم؟ آره خلبان بشی. مامان یوتیوبر استریمر مملکتم. باشه من دوست داشتم پزشک بشی، به درد مردم برسی، ولی متاسفانه مهندس شد. ولی حالا خدا of pain, of suffering, of destruction. مامان پاره شدم میگی من داداش چی شد؟ بخوای منو توضیح بدی توضیح بده منو. توضیح بدم؟ اینکه من پسرتم چه حسی داری عشقم؟ به خدا شبا تا صبح بیدارم خوابم نمیبره. خوشحال یا ناراحت؟ ناراحتم. تو معلوم نیست فردا چه بلایی بخواد سر خودش بیاره. یه روز زنگ میزنه آی چشم دیگه نمیبینم مش خوردم. یه روز زنگ میزنه آی آشیلم ببین رو عمل کن. یه روز زنگ میزنه میریز که جفت زانوام مامان. من اصلا این بچه واقعا پرخطره. مامان 2000 خورده بلنگنگی 2000 خورده بلنگنگی به خدا الان دارم ما رو میبینن. تو الان بعد من جلو این دوربین تعریف کنی. چه تعریفی؟ چه تعریفی؟ همش استرس دارم. درست چشم شروع زد تو صورت من. استرس چیو داری؟ اینم رفیقات. استرس چیو داری مامان؟ استرس دارم دیگه همش. داره آبروتون میره. داداش تو به عنوان رفیق من ارزش میخوام حق بخوام. نه خب وایسا هر چی خاله بگین درست. به عنوان رفیق من از 1 تا 10 چند میدی به من؟ به عنوان رفیق خودم آره 100 میدم. تو چه جوری 100 میدی؟ این یک میده. داش به عنوان بچه خاله من بخوام بهت نمره بدم منفی 10 میدم. باش برم پیش کامران راحت شم ماما. به قرآن بابا به خدا با همین دنبایی میکنم تو دهنتا. کم کوبیدی؟ همونجور بدتر میره. خب داداش تو استریم تو احمق خاله من کمکش میکنم. مادرت کتک مادر نخوری کتک مادر چی؟ مادر چی؟ مادر میگم مادرت. آقا میگم دمپایی تو استریم فقط نکشیده بودی جلوم. نه یعنی سوسک طبی هم حاجی بزنیمه؟ تو رو خدا یا نپوش. چجوری رفتار میکنی؟ حاجی اینو پوشیدی. خوشگل. من بگاش این مشکیه. با مشکی باشه. خب داشت تولد مشکی نیست. مشکی رنگ عشقه. داشت تو مثل رنگ چشای مهربونه. مشکی رنگ عشقه. مثل رنگ چشای مهربونه. مشکی رنگ عشقه. خاله قربونت بشم من. بیا ببین بابا. بس تا همین حد خواهش میکنم. مامان دلو بهم میدی تو جزیره؟ چی؟ چون بچه‌ها صدای سویل زدن من اومدم. اون صندلی بده. خاله موز میخوری یا نه؟ تو میخوری موز؟ آره. من میخوام اونو نه اونو بده اونو بده. چرا؟ میخوام بشینم وسطتون. خیلی اسم میکنم شما دعواتون رفته بالا. بده من. میخوام این وسط. عاشقتونم چد عاشقتونم. خاله ببخشید من میشینم تو وای میسم. ببخشید. بیاید اینجا. تو الان قاضی؟ مرسی چت. همه صداهای سویلو دیدم اومدم. مرسی. خاله چی شد؟ خاله بگو چی شده این بگو من. داداش مادر من خب من میگم من یه بچه که بیشتر نداشتم. دوستش آرزوامو. خاله راحت باش اونجوری وایسا. آرزوامو این برآورده کنه نتونست. خاله چه آرزویی داشتی که این برآورده نکرد؟ آرزو داشتم دکتراشو بگم. چت جلسه رسمی ها. آرزو چی بوده خاله تو باز برآورده داره میگه بچه دیگه. بود میگم میخوام خلبان شم. خلبان نشدی؟ رفت راهنمایی. خاله من دیدم این راستم بوده. سرویس میگرفتم اینو میبردم مدرسه فرار. مامان سرویس کردی ما رو با اون سرویس. یه دقیقه همه جا مگه بقیه برای بچه‌شون سرویس نمیگیرن؟ فرار میکردی. سر مادر داد نزن. بعدا فهمیدم. تو دیگه اینو نگو. سر مامان تو خاله عشق منه. خاله زیزی
من قول میدم ایشون بره دوران چیزشو بکشه. تو راحت میتونی بری رو هوا آسمون. ببین منو نگاه، رو ابرا اصلا کاری نداره. خاله چجوری دوست داری بره رو ابرا؟ نه می‌خواستم پزشک بشه دیگه. خب الان اینجا دو بحث شد. خاله زیزی داداش من برم یا دوست داره خلبان شی؟ خاله خلبان یا پزشک؟ ولی الان پزشک شده، پزشک روانشناس شده دیگه. الان من همه مشاوره میده، همه رو حالا همه رو خوب میکنه. چه بهم خیلی پیام میده. نمیدونم. من کی روانشناس شدم؟ نه حالشونو خوب میکنی. کسی که حال آدم خوب کنه میشه روانشناس. آقا یه دقیقه من نگاه کن. من برم تو ناسام کار کنم، زنگ میزنه میرینه به من. خاله میشه نکن این کارو خاله. این بچه نه مامان تو مودی. من به اون خاله تو خوردادی، من مودیم. پدر منم خوردادیه. مادر جان عزیزم قربون شکل ماهت بشم. مامان خاله جان قربون شکل ماهت بشم من. ایشون خاله واقعا زحمت خاله زهرا به خدا با زحمت دیگه. خاله زهرا خاله زهرا امون بری به خدا ما هر روز ساعت 8 صبح بیریم بیرون. ساعت 8 شب برمیگرده شیش بیدار میشه. بشی بمبش خاله زهرا زنه نمون کاملا. بابا اینو گناه داره، اینطوری نکن موقعیافت. نکن تو پدرسه. خاله زهرا یه بوس بده. خاله زهرا نمیگم همو بوس کنید، همو بوس کنید، همو بوس کنید، همو بوس کنید، مامان منو همو بوس کنید، بوس حالا همو بوس کنید، همو بوس کنید، همو بوس کنید شما دوتا. میگم یه بوس بده. تو چی؟ صف هم میگی. صف چی؟ صف بوسته. حسین دست بده. آقا تو برو بشین. تو صف بوسته‌ای هم نمیخوام. آقا نمیخوام. به من تو من تصور کنم خاله بوس کنم بغل. تو منو تو زندگی دقیقا بوس نکردی. نه گفتم. خب بچه‌ها این مشکل ما هم حل شد. من خرتم بابا مامان. این سویل خاله من نوکر. قربونت برم. یه بار دیگه با بزن کن. خوبی؟ یه بار دیگه مشکی رنگ عشقه مثل رنگ چشای مهربونه. حاجی از خون تو آزمایش بگیر. حاجی اذیت نکنی مامان تو. خالمه ها. واقعا مادر من زحمت داره، مثل مادر من زحمت میکشه. اذیتش نکنی بابا. خب چت ایشون این دوتا عزیزم با هم دیگه آشتی دادم. سهیل آشتی اینه چت. خاله زهرا برو پیمان کارت. جدی؟ آره. خاله چرا اذیت میکنی اینو؟ کی اذیت؟ این گناه داره، بچه زحمت میکشه. چی میخواد آقا؟ آقا لباستو برو بپوش.